یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید در سال گذشته میلادی نزدیک به 11500 فرد ملکی افغان تلف شدند که در مقایسه با سال 2015 3% افزایش یافته است. تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان روز دوشنبه هنگام نشر گزارش سالانه این سازمان درباره تلفات ملکی در کابل گفت طالبان مسلح مسئول نزدیک به 2/3 حصه تلفات غیر نظامیان و نیروهای طرفدار دولت مسئول 1/4 حصه این تلفات هستند. با گفته وی از این میان 3500 فرد ملکی کشته و نزدیک به 8000 تن دیگر زخمی شدند. 2016 دی یونما په 2014 کال کې د ملکی تلفاتو 11418 شمیرې ثبت کړي دي چې په ټوله کې د وړم کال په پرتله 3% ډیروالی کوي. زه د تلفاتو ډېرې دوه اندېښمن کړی یم. په تیره بیا د ماشومانو مرګ ژوبلې او دا چې ژوند یې خراب شوی دی. یونما سال 2009 بدین سو به طور منظم تلفات افراد ملکی را ثبت می نماید که با گذشت هر سال این رقم افزایش می یابد. از سوی هم دانیل بیل رئیس بخش حقوق بشر یونما می گوید علاوه بر افزایش تلفات ملکی در سال 2016 میلادی دخطی‌های بشری نیز نگران کننده بوده است. The highest number of civilian casualties recorded by the mission in a single year. با نشر این گزارش حکومت افغانستان و طالبان مسلح عکس العمل نشان دادند. در یک اعلامیه طالبان که بر رسانه‌ها فرستاده شده، محمد یوسف احمد سخنگوی طالبان گفته است که آنها به خاطر تلفات افراد ملکی حساس هستند، ولی آنان این گزارش را نادرست خوانده رد می‌کنند. از سوی هم شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید در نتیجه حملات طالبان مسلح در مناطق مزدحم تلفات ملکی افزایش یافته است، اما نیروهای امنیتی افغان در جریان عملیاتشان از احتیاط کار میگیرند.